نحوه استفاده از گوگل شیت بچه براتون اینجوری که توی یک چنین صفحه تمریناتون رو داریم، بعد میتونین که اینجوری بزنید تمرین براتون بیاد کاملا، اینجوری میتونید تمرینتون رو ببینید. خب مثلا خب این تمرین رو بهش فیدبک بدم، پایینش یک ردیف دارید که اینجا میتونید یک عدد وارد بکنید. این عدد از 1 باید باشه تا 10. خب این عدد چیه؟ سختی تمرین برای شما، سختی کل تمرینه. یعنی که مثلا من میگم از 1 تا 10 تمرین امروزم مثلا بود 5 وارد میکنم، این تیکر میزنم، رنگ اینجا عوض میشه. این به شدت توی برنامه‌نویسی به من کمک میکنه و همتون حتما این کار رو انجام بدید. اگه مثلا من 9 بذارم اینجا قرمز میشه. یه موضوع دیگه بحث فیدبک دادنه. یک این قسمت پایین‌ترش، پایین‌ترش ترینینگ فیدبک. اینجا فیدبک تمرینیتون رو می‌نویسید. یه چیزی داره که وقتی مثلا من هر چیزی اینجا مثلا وارد بکنم، اینو بزنم، نمیتونم بیام خط پایین. برای همین برای اینکه بتونید مرتب تمرینتون رو بذارید، میاد توی نوت گوشی مثلا میزنید قسمت A یه پرانتز، نتیجه مثلا میذارم که 10. بعد میام قسمت B مثلا میگم خیلی راحت، مثلا چنین چیزی. بعد این رو کپی میکنم کامل یا کاتش میکنم برای اینکه حالا به هم نریزه نوتام، میام این بعد پیست میکنم. اینو میزنم، اینو میزنم اینجا، میام پیستش میکنم، بعد تیکو میزنم اینجوری مرتب میاد. پس یک اوورال اسکور باید بذاریم، اون قسمت پایین ترینینگ فیدبک میذاریم. داستان مسیجتون چی میشه؟ اگه بخوایم مسیج بزنیم و چیزی که من همون لحظه ببینم، میتونید روی اون تمرین بزنید. مثلا من یه لحظه پاکش بکنم. روی اون تمرین میزنید، یه قسمت به علاوه اینجا داره. این به علاوه اون بالا اگه بزنید کامنت داره. خب گزینه کامنت رو که بزنید اینجا مثلا ادساین، من چون خودم رو نمیتونم تایپ بکنم، ولی ادس محمد امین نویسید، محمد امین ادس جیمیله، محمد امین سیف، اونو که میزنی برای من همون لحظه ایمیل میاد و من جواب سوالتون رو سریع میتونم بهتون بگم. پس اگه میخواید یه چیزی که همون لحظه دیده بشه اینجا باید بذارید. ترینینگ فیدبک رو همون پایین بذارید. من موقعی ترینینگ فیدبک رو بیشتر وقت می‌گذارم که میخوام تمرین هفته بعدی رو دیزاین بکنم. ویدیو هم که اگه بخوام بذارم باز تو کامنت براتون میذارم، یعنی تو هر قسمت بتونید وارد بشید، بزنید روی اون تمرین، برید توی از اون بالا برید وارد کامنت بشید. این به علاوه شاید کامنتی نداره ولی میتونه عکس کامنت بیاد اون بالا. کامنت رو بذارید، میتونید لینک ویدیویی که واسهتون گذاشتم از اونجا بردارید. ویدیو دادنتون توی این اپلیکیشن فقط از طریق یوتیوب. یه اکانت یوتیوب درست بکنید، تمام ویدیوتون رو اونجا بذارید. به دلیلی که توی یوتیوب هم بهتر میمونه، هم راحت‌تر میتونید آپلود بکنید. اپلیکیشن رو گوشیتون می‌ذارید، لینکش رو برای من کپی می‌کنید اینجا. لینک ویدیو رو هیچ وقت توی ترینینگ فیدبک نذارید، حتما لینک ویدیو رو توی کامنت چیز بذارید که من بتونم راحت درش برم و قاطی نشه، نخوام هی کپی پیست کنم. تعداد ویدیو که زیاد باشه این کار خیلی سخت میشه. همین، باز هر سوالی داشتید میتونید ازم بپرسید.